دقایقی پیش خبری تلخ در رسانه‌ها منتشر شد. این چهره عرشا اقدسی به عنوان بازیگر و بدلکار حرفه‌ای سینما و تلویزیون در جریان ضبط یک صحنه بدلکاری در شهر بیروت لبنان به دلیل سهل‌انگاری و رعایت نکردن یک سری استانداردهای بدلکاری متاسفانه به کما رفت و عملهای جراحی هم روی اون مؤثر نبود و جان خودش را از دست داد. بدلکار سرشناس کشورمون روی تخت بیمارستان. عرشا اقدسی در جریان همکاری با یک فیلم سینمایی خارجی در لبنان هنگام ضبط صحنه چپ کردن ماشین دچار سانحه جدی شده و آخرین پیگیری‌ها از وضع سلامتیش حکایت از انجام چند عمل جراحی مهم و حیاتی بر سر و گردن او طی روزهای ضربة قوية على الراس وعلى الرقبة وصل على مستشفى الروم بحالة توقف بالقلب والتنفس. ضربه بسیار شدیدی به سر و گردنش وارد شده بود. وقتی به بیمارستان روم رسید تنفس و ضربان قلبش متوقف شده بود. ما به سرعت وی را احیا کردیم و در حال حاضر هم تنفس و هم ضربان قلبش تثبیت شده است. هر امکان و نیازی برای درمان ایشون باشه سفارت پای کار هست و حد اکثر تلاشش رو انشالله انجام میده که ایشون سلامتیش رو کاملا به دست بیاره. تو قهرمان ما هستی، تو پسر شجاع من هستی، تو کرونا رو شکست دادی، تو خیلی قوی هستی میدونی و من به معجزه خدا خیلی اعتقاد دارم. قربون شکل دارم پسرم، میبوسمت. عرشا اقدسی بدلکار مشهور ایرانی در بیش از 80 سریال و فیلم سینمایی به هنرنمایی پرداخته. اونجوری که در اخبار اومده اقدسی به هنگام ضبط صحنه مربوط به چپ شدن ماشین دچار حادثه میشه. بعد از اون هم به بیمارستان منتقل میشه. دوستای صمیمیش و بدلکاران ایرانی عنوان کرده بودن که حالش پایدار شده و قراره که روز دوشنبه 11 مرداد 1400 تحت عمل جراحی قرار بگیره. از لحاظ شکستگی مهره‌های کمری که گفته بودن اصلا شرایط سخت و خطرناکی نداره. مهره‌های گردنشون هم که گفته بودن شکستگی داره، فقط یه دونش یکم شاید سخت باشه توی جراحی، ولی اونم اوکیه و اصلا چیز خاصی نیست. ریه‌شون که میگفتن یه ذره آسیب داره، اون آسیب خطرناک بوده اونم برطرف شده و رو به بهبودیه. علائم حیاتیشون ثابت شده و خوب شده. همه چیز داره رو به خوب شدن میره که موقعی که بردنش حالش خیلی بد بوده تا همین 2 روز پیش. الان خیلی خوبه، یعنی داره بهتر میشه. ما نمیگیم هیچ خطری نداره، هیچ چیزی نیست، ولی از اون ناامیدی که بودش و اون خطرات زیاد که میگفتن انشالله رد شده و فردا هم بهتر میشه. جراحیش هم موفقیت آمیز خواهد بود. من و مادرشون و یکی از دوستاشم داریم میریم لبنان، فردا میرسیم پیششون. پزشکان اعلام کردن در حال حاضر وضعیت جسمانی عرشا اقدسی از نظر تنفس و ضربان قلب تثبیت شده و دارن آزمایشات و اقدامات لازم رو برای انجام عمل جراحی روی ناحیه سر و گردن ایشون در روز دوشنبه انجام میدن. حسن عظیمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان سن جورج روم، بیروت. البته با پزشک معالج عرشا هم مصاحبه انجام شد که اطلاعات دقیق تری رو در اختیار عموم میذاره. مع ضربة قوية على الراس وعلى الرقبة وصل على مستشفى الروم بحالة توقف بالقلب والتنفس. ضربه بسیار شدیدی به سر و گردنش وارد شده بود. وقتی به بیمارستان روم رسید تنفس و ضربان قلبش متوقف شده بود. ما به سرعت وی را احیا کردیم و در حال حاضر هم تنفس و هم ضربان قلبش تثبیت شده است. همچنین از صحبت‌های مادر عرشا با اون وقتی عرشا بیهوش روی تخته هم ویدیوی منتشر شده که با همونو میبینیم. تو قهرمان ما هستی، تو پسر شجاع من هستی، تو کرونا رو شکست دادی، تو خیلی قوی هستی میدونی و من به معجزه خدا خیلی اعتقاد دارم. قربون شکل دارم پسرم، میبوسمت. اما پس از این عمل جراحی متاسفانه حال عرشا اقدسی بدتر شد و پزشکان مجبور شدن اون رو به خواب مصنوعی ببرند. چند روزی رو در خواب مصنوعی بود، ولی متاسفانه عمرش به این دنیا نبود و خبر رسید که عرشا اقدسی هم دیگه بین ما نیست. در طول چند سال گذشته این دومین بدلکار ایرانی هستش که جان خودش رو بر اثر یک صحنه بدلکاری در یک فیلم سینمایی از دست میده.
چند سال پیش، یعنی سال 1388 بهتره بگم 16 اردیبهشت سال 1388 این چهره پیمان ابدی که از بدلکاران نامدار و حرفه‌ای ایرانی بوده در جریان ضبط یک صحنه فیلم سینمایی و بدلکاریش البته جان خودش رو از دست میده. حالا هم خبر رسیده ارشا اقدسی دوست صمیمی پیمان ابدی هم متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری و البته یک حرکت بدلکاری جان خودش رو از دست داده. ارشا اقدسی سابقه بدلکاری در فیلم جیمز باند هم داشته که بیش از 1 میلیارد دلار این فیلم در دنیا فروش داشته. در رزومه ارشا اقدسی کارهای زیاد و موفقی دیده میشه. او تونسته در بیش از 200 فیلم سینمایی بدلکاری بکنه و در بین کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها جز بدلکارهای محبوب و کلاس بالا حساب می‌شد. رکوردهای زیادی رو هم ارشا اقدسی به ثبت رسونده. اولین مربی تونل باد در ایران بود و اولین مربی بانجی جامپینگ در ایران. همچنین رکورد سقوط از هلیکوپتر از ارتفاع 50 متری هم داشته. رکورد ملق زدن ماشین با 4 دور کامل رو 2 بار در کارنامه‌اش داشته. رکورد بیشترین دفعات چپ کردن ماشین که 39 بار بوده مربوط به ارشا اقدسیه. رکورد طولانی ترین پرش رو هم با ماشین داشته. همچنین رکورد پرش با ماشین از روی کامیون به طول 35 متر در یکی از فیلم‌های سینمایی بوده که ارشا اقدسی در اون بدلکاری کرده. رکورد چرخیدن ماشین 2 دور روی هوا پیش از برخورد با زمین هم کاری بوده که ارشا اقدسی 2 بار تونسته اون رو انجام بده. تنها شخصی در دنیا بوده که این حرکت نادر رو با موفقیت انجام داده. رکورد طولانی ترین مدت سوختن در آتیش هم در اختیار او بود، 1 دقیقه و 17 ثانیه. سوختن و خواندن همزمان برای اولین بار در ایران هم در اختیار ارشا اقدسی بود. 25 ثانیه بدون حرکت تونسته این حرکت رو انجام بده. ارشا اقدسی یک جایزه بین‌المللی هم داره و نشان شوالیه از رئیس جمهور صربستان هم به عنوان اولین تنها بدلکار ایرانی تونسته بوده کسب بکنه و یک افتخار برای ایران ثبت بکنه. و همچنین کاندیدای بهترین جلوه‌های ویژه میدانی برای فیلم سارا آیدا رو در 35مین جشنواره فیلم فجر در کارنامه خودش داره و کاندید بهترین فیلم کوتاه و دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم جیپور هم داشته. ارشا اقدسی در فعالیت‌های خودش حتی کارگردانی هم انجام داده بود. اما خبر میرسه که او 11 مرداد 1400 در لبنان جان خودش را از دست میده. براش طلب آمرزش میکنیم و برای خانوادهش طلب صبر.